سلام دوستان، به چنل FFTNT خوش اومدین. امروز اومدیم با آموزش سریع زدن اسنایپ که بهتون آموزش بدم با همراه شایان. سلام. سلام، خوبید بچه ها؟ من یه خورده حالم خوب نیست، به خاطر همین داخل این ویدیو یا دیدین کم حرف میزنم و اینا. بریم ترینینگ استارت میکنیم. خب بچه میریم تو تنظیمات، انجام اولی 1 2 3 4می این گزینه رو آن میکنیم. این گزینه براتون فعال میشه. اینه که یه کلتی کشیده دیزرد کشیده، دو تا اسم زر میدارین. بچه تی سویچ برای سریع زدن، خیلی سریع. تی سویچ ریلو دیگه. برای اینجوری اسنایپ زدن هم تی سویچ اسکوپ. آقا اگه آموزش بیشتر میخوایم خب تیر سویچ اسکوپ بریم تو مکان تست. بچه من لگم از این یکی خوب اما خوب. بچه لایک کامنت تو صف فراموش نشه، اینقدر زحمت میکشیم. اگه این ویدیو به 5 لایک برسه کاسم و شایان میریم. اگه 15 تا برسه فیس، اگه 20 تا برسه کاسم جایزه دار، اگر 20 تا برسه هرچی شما در کامنت رو بگین انجام میده. این بود از آموزش ما دوستان. امیدوارم یاد گرفته بودیم. میدونم ویدیو طولانی نشد ولی کوتاه شد. ویدیو 2 دقیقه شده. شما میتونید با لایک و کامنت و ساب از من حمایت کنین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.